سلام، امروز میخوام با هم دیگه الگوی بیس تجاری رو توی نرم افزار اپتیتکس بکشیم. برای شروع الگو کشی ما احتیاج داریم به نرم افزار PDS. روی نرم افزار کلیک میکنیم و منتظر میمونیم تا باز بشه. همون جوری که توی ویدیوی قبلی گفتم، توی این قسمت که فضای مدرج شده است، ما میتونیم قطعات الگومون رو ایجاد کنیم. برای اینکه یک کاغذ الگو برای خودمون ایجاد کنیم و روش الگومون رو رسم کنیم، فقط کافیه که توی این فضای مدرج کلیک راست کنید و شکل کاغذ الگوتون رو بر اساس نیازتون انتخاب کنید. از اونجایی که معمولاً قطعات مورد نیازمون به صورت مستطیل هستن، ما میتونیم گزینه اول رو انتخاب کنیم. روش کلیک میکنم. اینجا میتونم اسم کاغذ الگومون رو تعیین کنم. اینجا طول و عرض الگو. خب من کاغذ الگومون رو 70% انتخاب میکنم. اوکی رو میزنم و کاغذ الگو برای من ایجاد میشه. راه دیگه که ما میتونیم این کاغذ الگو رو برای خودمون ایجاد کنیم، میریم روی سربرگ پیس، نیو پیسز و اینجا قطعه الگومون رو بر اساس نیازمون انتخاب میکنیم. هیچ فرقی با این راه حلی که اول بهتون گفتم نداره. خب برای کشیدن الگوی تجاری که قبلا روی کاغذ الگو بهتون آموزش دادم، اولین کاری که ما میکنیم اینه که اندازه گودی گردنمون رو علامت میزنیم. خب گودی گردنمون 8 سانت بود. برای اینکه یک خطکش بتونم ایجاد کنم، کافیه که از بالا به سمت پایین بکشم، خطکش میاد و هر نقطه‌ای که بخوام میتونم قرارش بدم. یا از سمت چپ به راست. ببینید هر خطکشی که بخوام میتونم ایجاد کنم و بذارم. برای اینکه این خطکش ها رو بتونین از بین ببرین، کنترل آلت جی رو میگیرین و تمام خطکش هاتون پاک میشه. برای اینکه بتونم گودی گردنم رو روی این خط علامت بزنم، یه خطکش میگیرم، میذارم رأس و دقیقاً روی این خط منطبقش میکنم. ببینید وقتی منطبق میشه همرنگ کاغذ الگو میشه و ولش میکنم. وقتی که اینجوری نقطه چینه، ما میتونیم جایگاهش رو تغییر بدیم. برای اینکه بتونیم تغییر بدیم، کافیه که خطکش رو انتخاب کنیم یا اینطوری به صورت انتخاب شده که هست روش یه دونه اینتر بزنیم و این پنجره برای ما باز بشه. من میخوام الان 8 سانت در قسمت چپ علامت بزنم. پس میزنم منفی 8 سانت برای من به سمت چپ برو. یادتون باشه توی نرم افزار اپتیتکس قسمت بالا و راست مثبت، قسمت پایین و چپ منفیه. الان من میزنم منفی 8 سانت و اپلای رو میزنم. میبینین که خطکش 8 سانت به سمت چپ اومد. حالا بعد اینجا یه نقطه برای خودم تعیین کنم. برای زدن نقطه ما به این ابزار احتیاج داریم. زده پوینت آن کانتور. روش کلیک میکنم. با موس زوم میکنم و یه نقطه میزنم. وقتی که نقطه رو میزنید، اینجا ازتون میپرسه که از یک طرف 8 سانت و از طرف دیگه 62 سانت فاصله داشته باشه. اینجا ازتون میپرسه که نقطه اصلی باشه یا نقطه‌ای باشه که توی قسمت هلال قرار میگیره. اگر هیچ کدوم از این تیک ها رو نداشته باشه، نقطه میشه نقطه فرعی. خب ما میگیم که نقطه هم باید نقطه اصلی باشه. اوکی رو میزنم و یک نقطه اصلی به صورت پررنگ برای من ایجاد میشه. اگر این تیک رو بردارم، میبینین که نقطه کم رنگ میشه.
حالا باید خط سرشونم رو تعیین کنم. از قسمت بالا دوباره یه خط کش میکشم، میارم روی کاغذ الگوم میذارم، از بالا روش کلیک میکنم و باید 4 سانت بیاد پایین که خط سرشونه من مشخص بشه. اپلای رو میزنم و میبینین که خط 4 سانت هم مشخص شد. دوباره میبندم. خب. دوباره یه خط کش دیگه میگیرم میارم اینجا که اندازه پهنای سرشونم رو بزنم. پهنای سرشونه چند بود؟ اینجا باید مراجعه کنین به جدول سایز. توی جدول سایز من پهنای سرشانه 36 سانته برای سایز 36 که سایز 1 هست. ما احتیاج داریم به 1/2 پهنای سرشونه. پس 36 تقسیم بر 2 میشه 18. اینجا هم میتونین حساب کنین. یعنی این خط باید 18 سانت بیاد این بر. پس روش کلیک میکنم. و میزنم منفی 18 سانت به سمت چپ برو. خب اینجا نقطه 1 سرشونه من قرار میگیره. خب حالا اومد و این خط کشا تغییر کرد. من از کجا دوباره این نقطه رو پیدا کنم؟ برای اینکه بتونیم یک نقطه وسط کاغذ الگومون انتخاب کنیم احتیاج دارم به ابزار سیرکل. روش کلیک میکنم، زوم میکنم که خطام کمتر بشه. توی این قسمت شعاع نقطم رو برام زده. از حالت زوم برمی‌دارم و می‌بینیم که یک نقطه اینجا برای من ایجاد شده. یه خط کش دیگه میگیرم میارم میذارم روی همین خط کش که به هم ارور بده که یه خط کش اینجا هست. باید اینو تغییرش بدی. کجا میخوای بندازیش؟ ما احتیاج داریم به 1/2 فاصله بین دو شونه به علاوه 1 سانت. خب فاصله بین دو شونه‌مون 18 سانت بود دیگه. الان ما احتیاج داریم به 19 سانت. میخوایم بریم به سمت پایین. پس بعد منفی 19 سانت رو بزنیم و بیایم پایین. کلوز رو میزنم و میبینم که اینجا روی 19 سانت برای من خط کش ایجاد شد. خب حالا احتیاج داریم به چی؟ به خط کمرمون. چی کار میکنم؟ دوباره یه خط کش میگیرم میارم میذارم روی خط سینه یا کف حلقه و دوباره میزنم منفی 19 سانت دیگه برای من برو پایین. اینجام خط کمرم ایجاد شد. حالا خط باسنم رو میخوام. یه خط کش دیگه میگیرم میارم میذارم روی خط کمر و میگم 20 سانت برو پایین برای بلندی باسن. کلوز رو میزنم. حالا احتیاج دارم به قد لباس. قد لباس همیشه از ابتدای کاغذ الگو مشخص میشه. همون جوری که توی ویدیوی الگوهای تجاری گفتم قد لباس رو باید به علاوه 2 سانتی متر در نظر بگیریم. این 2 سانت برای حجم سینه در نظر گرفته میشه. خطکش رو میگیرم میارم میذارم روی رأس کاغذ الگوم. روش یه دونه کلیک اینتر میزنم و میگم من میخوام قد لباسم 80 سانتی متر باشه. میگم منفی 82 سانتی متر برو پایین و اپلای رو میزنم. کلوز و اینجا شد قد لباس من. خب اندازه های طولی رو مشخص کردم. حالا میرسه به اندازه های عرضی. اولین اندازه عرضی که خب سرشونه بود زدیم تموم شد. حالا احتیاج داریم به اندازه سینه. یه خط کش میگیرم میارم میذارم لبه کاغذ الگو. روش یه اینتر میزنم. میرم سراغ جدول سایزم. جدول سایز به من میگه که برای سایز 36 پهنای سینه باید 23 سانتی متر باشه. این اندازه هایی که توی جدول سایز هست
اندازه 1/4 دور سینه، 1/4 دور کمر و 1/4 دور باسن هست بدون آزادی. اگر میخواین که آزادی اعمال بشه، یعنی الگوتون الگویی هست که احتیاج به لباس آزادتریه نسبت به مانتو، باید به این اندازه ها اضافه کنین که خب اون بستگی به مدلتون داره. اینجا میگم منفی 23 سانت، برام برو به سمت چپ. اپلای کلوز. خب اینجا اومد برای من 23 سانت رو اندازه گرفت. میام یه نقطه هم اینجا میزنم. و اینجا میام شعاعش رو 200 تعیین میکنم. کلیک راست میکنم، فلش رو انتخاب میکنم. حالا اندازه کمرمون رو باید علامت بزنم. خطکش رو میگیرم میارم میذارم ربه الگو. اندازه کمر 21 سانت. پس منم بهش میگم که منفی 21 سانت، برام برو به چپ و اینجا یه نقطه تعیین میکنم. شعاعش رو درست میکنم و در نهایت اندازه باسنمون که 25 سانتی متر بود، خطکش رو میگیرم میارم میذارم لبه الگو، یه دونه کلیک میکنم و میگم منفی 25 سانتی متر برو. کلوز رو میزنم و نقطه‌ام رو تعیین میکنم روی خط باسن و بعد هم شعاعش رو درست میکنم. خب برای اینکه بیشتر از این الگوم شلوغ نشه، میام این نقاطی که علامت زدم رو اول یه حالت اولیه بهش میدم و بعد میرم سراغ قد کاغذ الگو. برای اینکه شما بتونید نقطه رو تغییر بدین، به ابزار موو پوینت احتیاج دارید. موو پوینت رو میزنم، نقطه‌ام رو انتخاب میکنم و من ازم میپرسه که کجا برم. ببین شما هر جا که دوست دارید میتونید نقطه‌تون رو بزنید. میریم روی قسمت سرشونه، زوم که کنید نقطه سرشونه رو دیدین. اینجا بعد از اینکه مطمئن شدم از جا رهاش میکنم و بعد از اینکه از حالت زوم در بیارم میبینیم که سرشونه من ایجاد شد. حالا باید بیارمش رو قسمت سینه. ببینین هر جای کاغذ رو من میتونم ازش نقطه بردارم، ولی این نقطه میشه نقاط فرعی و بعد به نقاط اصلی تبدیلش کنم. میگیرم زوم میکنم و سینم رو پیدا میکنم، روش کلیک میکنم، اینجا میزنم که این نقطه اصلی باشه واسه من. تیک گریدینگ رو بزنین میشه نقطه اصلی. دوباره از این وسط ها یه دونه دیگه میگیرم میارمش رو قسمت کمر و انتخاب میکنم، دوباره گریدینگ رو میزنم و فقط میمونه الان باسن من که دوباره یه نقطه میگیرم و روی باسن و دوباره گریدینگ رو میزنم. الان که از حالت زوم در بیارم یه شکل اولیه تقریبا برای من تعیین شده. خب
قد لباسم هم همینجا درستش میکنم. برای اینکه پهنه پایین لباسم رو مشخص کنم، اگر یادتون باشه توی الگوی تجاری ویدیوشو دیده باشین گفته بودم که باید 3 سانت از کمر خارج بشیم. خب خط کشی که روی کمر هست رو انتخاب میکنم، با یک کلیک یه اینتر میزنم و بهش میگم منفی 3 سانت برو قسمت چپ الگو. اپلای رو میزنم و کلوز. خب گفتیم از این نقطه باید به خط باسن یه خط فرضی رسم کنیم. خط فرضی رو چجوری رسم میکنیم توی نرم افزار؟ به کمک قلم، که خب قلممون هم این هستش. اینجا میزنم میگم برو به باسن و ادامهش بده. بعد از اینکه خطمو مشخص کردم یک کلیک راست میکنم و سلکت تول رو میزنم. ببین خط رو برای من کشید. یه نقطت میشه اینجا و به کمک ابزار موو پوینت میام قد لباسم هم تعیین میکنم. یه خط کشم میذارم اول کاغذ الگو که میخوام این نقطه رو تغییر بدم، انحراف پیدا نکنه لبه لباسم خط مرکزیم کج بشه. ببینید وقتی منطبق میشه رنگش یه ذره تغییر میکنه. خب حالا دیگه احتیاجی به این خط ما نداریم، انتخابش میکنیم و یه دلیت که بزنیم این خطه میره. حالا کنترل آلت جی رو میگیرم و خطکش ها رو پاک میکنم. دوباره یه خطکش میگیرم میذارم رو قسمت سرشونه از بالا و از قسمت چپ. یه خطکشم میذارم رو قسمت سینه، چون میخوام که حلقه آستینم رو رسم کنم. اول بعد اندازه کارو رو مشخص کنم. روی خطکشی که قسمت عمودی سرشونه هست کلیک میکنم، اینتر میزنم و میگم منفی 1 سانت، مثبت 1 سانت برو به سمت راست. کلوز رو میزنم. فاصله این دوتا خط تقریبا 19 سانته. بعد این خطمون رو تقسیم بر 19 بکنیم. 19 تقسیم بر 3 میشه 6/33. یه خطکش میگیرم از بالا میارم روی این خطکشم منطبق میکنم تا این پنجره برام ظاهر بشه و بهش میگم منفی 6/33 سانت برو پایین. دوباره یه خطکش دیگه میگیرم میذارم رو دومی و به اینم میگم منفی 6/33 سانت برو پایین. خطم تقسیم بر 3 شد. حالا روی ابزار موو پوینت کلیک میکنم، این نقطه رو میارم اینجا و این نقطه رو میارم اینجا. حالا باید هلال حلقه آستینم رو رسم کنم. روی قسمت آرک کلیک میکنم و باهاش میتونم هلال رسم کنم. هلال در جهت خلاف عقربه های ساعته. یعنی چی؟ یعنی من اگه میخوام این ور رو هلال کنم باید این نقطه پایینی رو بگیرم وصل کنم به بالا و یه هلال خیلی ملایم زوم کنید که بتونید درست بکشید. نهایتاً 0.2 بسته. اوکی میزنم و ببینید که یک هلال خیلی ملایم برای من ایجاد کرد. حالا برای این قسمت پایین هم اینجا رو میگیرم به اینجا وصل میکنم و یک هلال میگیرم. برای اینکه بتونین هلالتون رو درست تنظیم کنین میتونین از گزینه شیفت روی صفحه کلیدتون استفاده کنین و یک هلال درست بکشین.
این قسمت هم باید هلالش کنیم. از قسمت کمر میگیرم، نیم سانت بیاد بیرون. خب حالا میمونه گودی گردن جلو. خطکش رو میگیرم میذارم روی قسمت سرشونه و بهش میگم منفی 3 سانت برو پایین. کلوز رو میزنم، اینجا یه دونه نقطه اصلی تعیین میکنم برای خودم و حالا من دیگه احتیاجی به این نقطه ندارم، پس حذفش میکنم. روی گزینه سطل آشغال کلیک میکنم و نقطه‌ام رو پاک میکنم. حالا این باید برای من هلال بشه. روی گزینه هلال کلیک میکنم و از این قسمت به این قسمت یک هلال خوب رسم میکنم. این شد الگوی جلوی ما. این پیسی که اینجا میبینین نوشته راستای الگوه. خب این میگه که راستای الگوی تو الان به این سمته، ولی ما میخوایم راستای الگومون به صورت عمودی باشه. برای اینکه تغییرش بدیم باید چیکار کنیم؟ روی نیو بیسلاین کلیک میکنم و اینجا روی گزینه Set Baseline Direction کلیک میکنم. از قسمت پایین میگیرم و به قسمت بالا روی خط عمود کلیک میکنم و میبینین که الگوی من تغییر کرد. حالا این نوشته ها رو چجوری تغییرش بدم؟ روی Move or Copy Internal کلیک میکنم و میارمش اینجا، همراه با نوشته تغییر میکنه. اگر این خط تغییر کرد و نوشته تغییر نکرد، یه چند بار که این خط رو جابجا کنین نوشته هم همراهش میاد. خب این از قسمت جلوی الگو. حالا میخوام قسمت پشت الگوم رو رسم کنم. چی کار میکنم؟ این الگو رو انتخاب میکنم، با کنترل C یه کپی ازش میگیرم و با کنترل V پیست میکنم، میارم اینجا. توی الگوی تجاری الگوی جلوی پشت کاملا مثل همدیگن. حالا فقط باید یقه پشتم رو رسم کنم. چیکار کنم؟ یه خطکش میگیرم میذارم روی رأس سرشونه و بهش میگم منفی 2 سانتیمتر برو پایین. یه خطکشم میگیرم میذارم روی لبه کاغذ الگوم و حالا این نقطه رو باید تغییر بدم. روی موو پوینت کلیک میکنم، نقطه رو میگیرم و میارمش بالا. کاملا هم زوم میکنم که یه وقت این بر اون بر نزنم خطم کج بشه. میبینین که شکل هلالمون به هم ریخت، اما ایرادی نداره. دوباره روی هلال یا آرک کلیک میکنم، از این نقطه به این نقطه هلال میکنم و با گزینه شیفت هلالم رو میزانش رو تنظیم میکنم. اوکی میزنم. اینجا میگه که شکل قبلی هلالت این شکلی بوده و حالا به این صورت تبدیل شده. خب میبینین چون که دو تا قطعه از روی هم کپی شدن یه ادساین اینجا برای من زده. چجوری این اسم رو عوض کنم؟ اینجا توی سربرگ پیسز اینجا ما میتونیم اسم رو عوض کنیم. چون این پشته براش میزنم بک و اینجا میتونین اندازه فونتتون رو تعیین کنید که زده 1.5 سانتیمتر و اوکیه. یه اینتر میزنم، میبینین که اسم تغییر کرد و حالا اینو میخوام تغییر کنم. الگوم رو انتخاب میکنم و اینجا میزنم فرانت و اینتر.
آلت کنترل جی و الگوی من تموم شد. برای کشیدن پنس همون جوری که توی الگوی تجاری گفتم، یه خط روی خط سینمون میذاریم، یه خط کش روی کمرمون و یه خط کش هم روی قسمت باسنمون. یه خط کش هم روی قسمت خط مرکزی جلو و خط مرکزی پشتمون. از خط مرکزی جلو به اندازه 9.5 سانتی متر داخل الگو میشیم، یعنی منفی 9.5 سانتی متر. از قسمت بالای خط کف حلقمون منفی 6 سانت پایین میایم و از قسمت باسنمون 7 سانت بالا میریم. خط کمر هم که بتونیم دو طرف رو به یک فاصله علامت بزنیم، روی تقاطع خط وسط ساسونمون و کمر یک کلیک میکنیم و یه نقطه اینجا میزنیم. روی خط کلیک میکنیم، منفی 1 سانت میریم به چپ اینجا هم یه نقطه میزنیم و دوباره روی خط کلیک میکنیم و میگیم 2 سانت برو راست که قطر پنسمون 2 سانتی متر بود دیگه و اینجا هم یه نقطه میزنیم. و بعد خط رو برمیگردونیم سر جاش. کلوز رو میزنم. حالا میخوام پنسم رو بکشم. روی قلم یا درفت کلیک میکنم. نقطه اولم میشه تقاطع این خطی که از کف حلق آمده پایین به خط وسط. نقطه دومم میشه اینجا. نقطه سومم میشه روی باسن. نقطه چهارم دوباره میشه روی کمر. و نقطه پنجم میشه دوباره ابتدای پنسمون. اینجا از هم میپرسه که تموم شد رسمت و ما میگیم که بله. و همجور که میبینین پنس رو برای ما کشید. اگر من این خط رو تغییر بدم، شما پنس رو خیلی راحت تر میتونید ببینید. برای پشت هم دقیقاً با همون اندازه هایی که بهتون گفتم روی جلو، برای پشت هم میتونین پنس رو رسم کنین.
ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودی. بهت توصیه میکنم قبل از اینکه پنجره رو ببندی ویدیو آشنایی با ابزار اپتیتکس رو که لینکش رو این بغل میذارم حتما ببینی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.